هممون قبول داریم یکی از داستانای کباب درست کردن همین روشن کردن منقله. با این ایده علاوه بر اینکه یکی از مشکلات مردم رو رفع میکنی، خودت هم به پولسازی میرسی. کافیه همچین کارتونی رو از شرکت‌های کارتون سازی بخوای برای تولید بکنن. جنسش هم شبیه شونه‌های تخم مرغه. زغالش هم که دیگه از کسایی که تو کار زغال هستن خرید میکنی و همچین بسته‌بندی رو به راحتی میتونی درست بکنی و نمایندگی بدی به سایر شهرها. بازار فروشش هم سوپرمارکت‌ها، قلیون فروشی‌ها و سایر جاهایی است که میتونی انجام بدی. در نهایت همچین محصولی رو به راحتی شیک و تمیز تحویل مشتری میدی. این ایده فوق‌العاده است. کسی برنده است که اونو اجرایی بکنن. برای شروع حتی میتونی با همین کلیپ بری بازاریابیش انجام بدی. اگه دیدی میتونی بازارش جذب کنی، شروع به تولیدش بکنی. تو این پیج ما عمده فروشای کشور رو هم معرفی میکنیم که اگر دنبال جنس عمده هستید میتونید باهاشون